سلام دوستان، به کانال داستان ما خوش اومدید. داستان زندگی مهشید. سلام، من مهشید هستم. موقعی که 4 سالم بود مادرم رو در اثر سرطان از دست دادم. از اون به بعد با پدرم و خواهر بزرگترم ملیحه زندگی میکردم و با اونها بزرگ شدم. دوران کودکی و نوجوانیم با خواهرم میگذشت و چون خواهرم بزرگتر از من بود من زندگی رو از اون یاد میگرفتم. پدرم تاجر فرش بود و وضع مالی خوبی داشت. ما یه خانواده سنتی بودیم که داشتن دوست پسر گناه خیلی بزرگی بود. خواهرم 5 سال از من بزرگتر بود. موقعی که من 10 ساله بودم خواهرم موقعی که پدرم خونه نبود دوست پسرش رو به خونه می آورد و از من قول می گرفت که به پدرم چیزی نگم. موقعی که به سن بلوغ رسیدم و شروع هیجان جوانی در من شروع شد تمام ذهن و فکرم ارتباط با جنس مخالف شده بود. اون موقع خواهر بزرگترم ازدواج کرده بود و من اکثر اوقات در خونه تنها بودم. توی راه مدرسه که میرفتم و میومدم با پسرای مختلفی آشنا میشدم، اما هیچ وقت جرئت نمیکردم اونا رو به خونه بیارم، تا اینکه با یه پسر به اسم مهدی دوست شدم. مهدی پسر خوشگل و خوش‌اندامی بود و البته بسیار هم خوش صحبت بود. دیپلمش رو گرفته بود و توی مغازه پدرش مشغول به کار بود. کم کم ارتباطم با مهدی صمیمی‌تر شد و چون فکر می‌کردم قراره در آینده با هم ازدواج کنیم یک روز ازش خواستم به خونمون بیاد. ارتباطم روز به روز با مهدی بیشتر و بیشتر می‌شد، به طوری که هفته‌ای چند بار یواشکی و پنهونی موقعی که پدرم خونه نبود به خونه ما میومد و با هم دیگه معاشقه داشتیم. کم کم موقع کنکورم شده بود و با اینکه دانش آموز خوبی بودم افت شدیدی توی درسام کرده بودم. همزمان سر و کله خواستگارای مختلفم به خونمون پیدا می شد، ولی من اونقدر به مهدی وابسته شده بودم که تمام حرفاش رو باور می کردم و خیال می کردم قراره بیاد خواستگاریم و با همدیگه ازدواج کنیم. بالاخره اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. یک بار موقعی که مهدی یواشکی به خونمون اومده بود من باکرگیمو از دست دادم. بعد از اون اتفاق من تا چند هفته عذاب وجدان داشتم و مدام خودم رو سرزنش میکردم. از طرفی با حرفای مختلفی خودم رو آروم میکردم. با خودم میگفتم من که قراره باهاش ازدواج کنم، چه فرقی داره الان یا بعد ازدواج این اتفاق افتاده باشه. چیزی که بیشتر از همه منو به هم ریخته بود این بود که مهدی غیب شده بود و هیچ خبری ازش نبود. نه در مغازه پدرش میرفت و نه تلفنش رو جواب میداد. همسایه ها طی این مدت متوجه رفت و آمد مهدی به خونمون شده بودن و به گوش پدرم رسونده بودم. پدرم از این بی‌آبرویی به شدت عصبانی شده بود و وقتی متوجه موضوع شد یه دعوای حسابی با هم راه انداخت. از اون روز به بعد پدرم منو تو خونه حبس کرده بود و صبح که میرفت سر کار در رو روی من قفل میکرد و من با هیچ کس نمیتونستم ارتباطی داشته باشم. احساس میکردم دنیا روی سرم خراب شده. یه روز که پدرم از سر کار اومد بهم گفت که میخواد با هم صحبت کنه. بهم گفت مهشید دختر گلم، تو از بچگی مادر بالا سرت نبوده و من هم نتونستم درست تربیتت کنم. بعد از کلی مقدمه چینی پدرم گفت تصمیم گرفته ازدواج کنه و یک زن به این خونه بیاره که هم از مسئولیت‌های من کاسته بشه و هم موقعی که خونه نیست خیالش از بابت من راحت باشه. من نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. خوشحال به خاطر اینکه قرار بود از این وضعیت در بیام، ناراحت از اینکه دوست نداشتم یک نامادری بالا سرم باشه. کمتر از 1 ماه بعد پدرم ازدواج کرد و راضیه خانم وارد زندگی من و پدرم شد. متاسفانه پدرم داستان بی‌آبرویی منو به زنش گفته بود. راضیه خانم وقت و بی وقت مستقیم و غیر مستقیم منو یه هرزه میخوند و من کم کم احساس میکردم
توی این زندگی اضافم. از همه بدتر این بود که واسم خواستگار می اومد و راضیه خانم شدیداً تلاش میکرد که منو شوهر بده و از این خونه بیرونم کنه. بعد از چند ماه بالاخره تونستم مهدی رو پیدا کنم. باورم نمیشد. حتی از نظر مهدی هم من یک دختر هرزه بودم که کیس مناسبی برای ازدواج باهاش نبودم. شرایط روحی بدی داشتم و به خودکشی فکر میکردم تا اینکه یه اتفاق خوب افتاد. نتایج کنکور اومده بود و من دانشگاه قبول شده بودم. چون شهر خیلی دوری قبول شدم، پدرم اجازه نمیداد که دانشگاه برم. راضیه خانم زن پدرم خیلی دوست داشت که من از خونه زندگیش دور باشم و از پدرم دورتر. خاطر همین پدرم رو مجاب کرد تا با رفتن من به دانشگاه موافقت کنه. من آماده ورود به دانشگاه شدم و حال روحیم بهتر شده بود. هنوز حرفایی که مهدی بهم زده بود توی دلم سنگینی میکرد. نمیتونستم فراموشش کنم. ترم اول دانشگاه رو تموم کردم و وارد ترم دوم شدم. رفته رفته با پسرای دانشگاه ارتباطم رو شروع کردم. به خودم قول داده بودم که دیگه دلبسته هیچ پسری نشم. چند ماه به همین منوال گذشت و رفته رفته توی ارتباطم با پسرها نترس شده بودم. احساس می‌کردم تبدیل به یک دختر بی‌بندوباری شدم که هیچ محدودیتی برای خودم قائل نمی‌شدم. دور همی با پسرای دانشگاه و کشیدن سیگار و حتی تریاک از تفریحاتم شده بود. دیگه تمایلی به برگشت به خونه پدرم را نداشتم. توی دانشگاه انگشت نمای همه شده بودم. داشتم خط قرمزامو یکی یکی پشت سر می‌ذاشتم. به مرحله‌ای رسیده بودم که به شیشه اعتیاد پیدا کرده بودم و کارایی می‌کردم که حتی خودمم باورم نمی‌شد. تنها فردی که باهاش در ارتباط بودم خواهر بزرگترم بود. از اونجایی که مدت طولانی به شهرمون برنگشته بودم، خواهرم بهم مشکوک شده بود. بالاخره یک روز ناغافل پدرم به همراه خواهرم اومدن دانشگاه دنبالم. با همون برخورد اول متوجه حال بد من شدن و سریع منو به خونه برگردوندن. پدرم با دیدن حال و روز من خیلی جا خورده بود. به طوری که یه سکته خیلی خفیف کرده بود و بعد از دیدن من توی بیمارستان بستری شد. بعد از برگشتن به شهرمون متوجه شدم که راضیه خانم پدرم رو ول کرده و درخواست طلاق داده و مهریه‌اش رو اجرا گذاشته. خواهرم و پدرم من رو توی کلینیک ترک اعتیاد بستری کردند. وقتی شکسته شدن پدرم رو دیدم به خودم قول دادم که دیگه کاری نکنم که باعث سرشکستگیش بشم و قول دادم که یک زندگی سالم رو شروع کنم. اما حقیقتش هیچ انگیزه‌ای نداشتم. 3 بار اقدام به ترک کردم که هر 3 بار ناموفق بود و دوباره برمیگشتم سمت مواد. پدرم و خواهرم ازم ناامید شده بودن. خواهرم به توصیه دوستش منو برای 4مین بار به یک کلینیک ترک اعتیاد جدیدی برد تا اونجا بتونم ترک کنم. از همون ابتدایی که وارد کلینیک شدم، پسری به اسم سینا توجهمو جلب کرد. به نظر از من کوچیک‌تر می اومد. از رفت و آمد خانواده‌اش به کلینیک مشخص بود که آدم‌های بسیار محترمی هستند. سینا هم اعتیاد به شیشه داشت. من و سینا توی کلینیک ساعت‌ها با همدیگه صحبت می‌کردیم و از احساسات مشترک مصرف موادمون و احساسات مشترکی که توی ترک داشتیم صحبت می‌کردیم. توی صحبتام با سینا متوجه شدم که چندین بار اقدام به خودکشی داشته و به خاطر افسردگی که داشته سراغ مواد رفته. مادر سینا از همان روز اولی که منو دیده بود از من خوشش اومده بود. از این که میدید پسرش موقع حرف زدن با من خیلی حال روحیش بهتره خوشحال بود. بالاخره موفق به ترک شدم. ارتباطم رو با سینا ادامه دادم. رابطه عاشقانه‌ای بین من و سینا شکل گرفته بود. برای اولین بار توی زندگیم احساس می‌کردم که برای یک نفر مفید واقع شدم. بعد از گذشت 3 ماه از ارتباطمون، سینا به خواستگاریم اومدن و با هم ازدواج کردیم. الان 5 سال از ازدواجمون میگذره. من و سینا یک کلینیک ترک اعتیاد توی شهرمون تأسیس کردیم.
روزی هزاران بار خدا رو شکر میکنم که سینا رو در مسیر زندگی من قرار داد. پایان.